سلام بچه ها، اومدم با یه آموزش خیلی خیلی آسون و باحال. من اینو از دوستم یاد گرفتم که بهم گفت حتما باید اسم منو توی ویدیو بگی که از کی یاد گرفتی اینو. اسمش شهگله. گفتم که بهتون بگم که شما هم در جریان باشید. خب میخوام بهتون تکمک زدن رو یاد بدم. به دو تا چیز بیشتر احتیاج نداریم. یک، خلال دندون. دو، یه دونه سایه‌ای دارید که حالت کرمتور باشه. هرچی که فکرشو میکنید اینو میزنید یکم داخل این که من الان زدم و به این صورت خیلی طبیعی. میبینید چقدر طبیعی میشه؟ قشنگ کامل بذارید دیگه. احساس میکنم شبیه گیلاسم در حال حاضر. یکم هم روی بینی میزنیم. خیلی خفنه این ایده، واقعا خفنه و اینکه عالیه. ببین با هر براشی، با هر چیزی که بزنی، عمرن اگه اینطور طبیعی در بدنی، عمرن تو خوابه. خیلی خوب شد با همین دوتا قلم. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما منو سابسکرایب بکنید.